به نام خداوند دانا و توانا. به درس های ریاضی صنف هشتم خوش آمدید. زموږ د نن ورځې درس د تالس قضیه ده. قضیه تالس به ما چی را بیان میکنه؟ به ما بیان میکنه، میگه اگر خطوط موازی که توسط دو قاطع قطع شوه، خطوط موازی توسط دو قاطع قطع شوه، این قسمت های قطع شده در قاطع با هم متناسب می باشه. یعنی یک تناسب اینها تشکیل می دهد. این که چگونه جزئیات بیشترش مورد بحث قرار می دهیم. خب وقتی که چندین خط موازی به این قسم کوتاه نوشته میکنیم، اگر چندین خط موازی توسط دو قاطع قطع گردد، اگر چندین خط موازی توسط دو قاطع قطع گردد بروی آنها قطعات متناسب جدا می شود. کله چې څو دانې موازی خطونه د دوه قاطع په واسطه قطع شي دا د قاطع برخی یو بل سره متناسب دي. این قطعات قاطع با یکدیگر متناسب می باشند. پس به طور کوتاه باز هم میگم وقتی که چندین خط موازی توسط دو قاطع قطع گردد، قطعات قاطع با هم متناسب می باشد. یعنی چی معنا؟ کدام قطعات کوم قطعات یا بل سره متناسب دی؟ یک تناسب اینها می سازند. و تناسب چگونه می سازه؟ به این قسم می سازند. مثلا این دو قاطع است، این خطای موازی را که قطع کرده، این یک قطعه شد، این دیگه قطعه. پس ما نوشته میکنیم که A بر B و B بر C یک کسر تشکیل شد. یک تناسب تشکیل میده. با چی؟ یک تناسب جوړوي د چی سره؟ A پر B او د AB کرخه پر BC کرخه یو تناسب جوړوي. د کوم برخه سره تناسب جوړوي؟ با کدام قسمت تناسب جوړ میکنه؟ با این قسمت دیگر، با این طرف، با A زبر، B زبر و B زبر، C زبر، با یک تناسب تشکیل میده. و سوالات مختلف در میتونیم حل کنیم. پس مفهوم قضیه را فهمیدیم. دیده قضیه په مفهوم باندې پوه شو، راځو سوالونه ده. به سوالات میم که سوالاتش چگونه حل میشه. خب سوالاتی که براتون آورده، شما چی کار میکنین؟ زبردارش یک کسر جوړ میکنین، بی زبرش دیگه کسر. دیده طریقه داسې ده چې زبر لرون که یو کسر جوړوي او زبر نه لرون که بل کسر جوړوي. پس اینجا سعی کنید این قسم تناسب جوړ میکنین. A بر B یک خط این قسمت شد. بعد از او B C این یک کسر جوړ میکنید. دیدین یو کسر، یعنی یک طرف یک کسر جوړ، یو خوا یو کسر جوړوي، بل خوا بل کسر جوړوي. و به می قسم این طرف نوشته میکنین A زبر B زبر، خط A زبر B زبر بر B زبر C زبر کرخه. این خط که بالایش نوشته میشه، یک موضوع را متوجه باشین. شما چند موضوع را باید بدانین. وقتی که دو نقطه بود، بالایش یک خط مستقیم بود، این معنایش خط است. دا معنای در کرخه. و اگر این قسم بود که در صنف نو میخوانین، ای بی بالایش قوس بود، این معنایش از قوس معنا میده. در دو حرفه هم این چیزا باید بفهمیم. و اگر سه حرفه بود، مثلا A B C بالایش یک اشت دری بود، این معنایش از زاویه. و اگر A B C بود، بالایش یک مثلث کوچک بود، این معنایش مثلث میده. دادی مثلث معنا لري. پس اینجا هم خط است، بالایش خط مستقیم معنا میده. این سوال در کتاب هم براتون حل کرده. پس میتونین خودتان ایره هم در نظر بگیرین و حل کنین.
که قیمت گذاری کنی قیمت ای بی چند است؟ دی ای بی قیمت چوده دریده. اینجا هم قیمت گذاری شده در کتابتان. قیمت ای بی 3 وضع شده، قیمت بی سی هم از 4 وضع کرده. ای زبر بی زبر قیمتش 2 هست. بی زبر سی زبر هم قیمتش x است. یک تناسب تشکیل شده، طرفین وسطین شده، بالاخره جواب حاصل شده است. ولی در تمرین سوالات آورده. په تمرین کې سوالونه راغلي دي چې دا څنګه حل کیږي. خب اولیش خب مثل سوال قبلی وارسی را میتونه حل کنین. اما این شکل دومیش شاید کمک برتان جدید معلوم شود. در شما اول خطوط موازی را پیدا کنید که کدام خط با هم موازی است، کوم کرخ یا بل سره موازی دی، دا باید پیدا کنید و قاطع را پیدا کنید. بعد از او باز حل شدنش آسان است که میتونین توسط همین قضیه حلش کنید. حالا سعی کنید خطهای موازی ما اینجا کدام است؟ خطهای موازی ما طوری که میبینیم این خط است و این خط. این دو تا با هم موازی است که امتدادش بتین این دو تا دا دو کرخ یا بل سره موازی دی. و قاطع ما کدام است؟ این قیمت ها. پس به بسیار آسانی حلش میکنیم. چگونه حلش میکنیم؟ نوشته میکنیم 2 بر 4 2 پر 4 مساوی است a بر 5. دیگه طرفین وسطین تناسب تشکیل حل. به این قسم حل میشه. دا په دې طریقه حل کیږي. و اینجا هم همین موضوع هست که متقاطعش کدام است. اینجا گفته نسبت ها رو تنها پیدا کنین، یا وضع نسبتونه دلتا پیدا که. و سوال اخیرم مثل همین مثلث است. خطوط موازی ما ای است، دا موازی کرخیدی و قاطعش هم کدام هست؟ قاطع خطای دیگه است، قاطع دا نور دی. و ای را گفته در کدام شکل دی ای با هم موازی بی سی است. موازی که میودی ای را باید پیدا کنین. خط دی ای و خط بی سی در کدامش با هم موازی است، ای را میگه پیدا کنین. امتدادش بدین، بعد از او فهمیده میشه که کدامش موازی هست کدامش نیست. امتداد ورکه بیا ورسته پوهیږي چې کم یوی موازی ده او کم یوی موازی نه ده. خب این موضوع رو تا اینجا فهمیدیم. کار خانگی شما هم تمرین صفحه 76 است. د شپږ اویایم صفحه تمرین است، تاسو کورنۍ دنده ده. کار خانگیتان یه از راهنمایی هم شد که چگونه باید حلش کنید. تاسو دا حل کوی. ایرا شما حل میکنین. چگونه حل میکنین؟ و سوالات مختلفه میتونین حل کنین که چگونه حل میشه. خب مثلا یک سوال براتون ما در نظر میگیریم، یک شکل چگونه حل میشه. بعد از او باز پیش میریم. خب مثلا همین سوال اینجا رو ما براتون در نظر میگیریم. اول تناسبش باید تشکیل بدهیم. اول تناسبی باید جور کنیم. چه څنګه تناسبی جوړیږي؟ اینی سوال ما در نظر میگیریم. دا سوال په پام کې نیسو. خب سعی کنین آسان دیگه هیچ ای بی را نوشته نکنیم، مستقیم نوشته کنین 1.5 بر 4.5 1.15 پر 4.15 مساوی ده پر 1 پر ای 1 بر ای. این قطعات ای طرفه میبینیم. از امی دیگه یک تناسب تشکیل میدهیم. دیدین او تناسب جور شوی ده، ای قیمت پیدا کوو. خب امی را ما در اسکرین نوشته میکنم و حلش میکنیم. اینجا جای حل نداره. خب میایم در اسکرین و در حل سوال میایم که چگونه حل میشه. خب قیمت ببینیم که قیمت دقیق باید برسانیم. قیمت بود 1.5 بر 4.5 1.5 4.5 1 بر ای. این قیمت بود. این تناسب بود. از این چی را پیدا میکنیم؟ قیمت ای را پیدا میکنیم. دی ای قیمت دیدن پیدا کوو. خب قیمت ای را پیدا میکنیم. خیلی آسان پیدا میکنیم. طرفین وسطین میکنیم. چگونه طرفین وسطین میکنیم؟ به این قسم میگیم 1.5 1.15 ضرب دی ای ضرب ای مساوی 4.5 طرفین وسطین در تناسب خوانده بودیم 4.5 ضرب 1
به این قسم نوشته میکنیم. حالا این را ساده سازی میکنیم. 1.5 ای اطراف تقسیم چند باید کنیم؟ تقسیم 1.5. اطراف کم عدد بندی باید تقسیم کنیم؟ 1.15 بندی. این طرف هم خب 4.5 ضرب 1 پس همون 4.5 میشه. 3.15 ضرب 1 و 3.15 که نو یو بیخی نلیکو. تقسیم 1.5. خب تا اینجا فهمیدیم. حالا ساده میسازیم، اختصار میکنیم. کجا اختصار میشه؟ 1.5 با 1.5 خدا حافظ. ای مساوی میشه. اینجا را چه قسم ساده کنیم؟ آسان ساده میشه. به خاطر ساده سازی از این چی کار میکنیم؟ صورت چند تا خانه اشاری داره؟ 1 دانه. مخرج چند تا خانه اشاری داره؟ 1 دانه. صورت 100 دانه اشاری خانه لري؟ 1 دانه. مخرج هم 1 دانه. پس اردویش ضرب میکنیم. نو دواره ضرب او 100 باندې لاس باندې ضرب او ضرب 10 میکنیم. اگر 2 خانه می بود ضرب 100، اگر 3 خانه می بود ضرب 1000، که 2 خانه اشاری و ضرب 10، که 3 و ضرب 10. این را متوجه باشین که صورت و مخرج باید ضرب عین عدد شود. یعنی اگر ضرب 10 کردین صورت هم ضرب 10، مخرج هم ضرب 10. اگر ضرب 100 کردین هر دویش باید ضرب 100 شود. اگر ضرب 1000 کردین هر دویش ضرب 1000 شود. که چیری لس را باندې ضرب وی دواره لس را باندې ضرب شي. این قسم نمیشه که یکیش ضرب 10 کنین دیگهش ضرب 20 کنین. مثلا حال ضرب 10 خب میکنیم. من اینجا یک موضوع دیگر رو براتون اشاره میکنم. مثلا اگه اینی می بود به این قسم و مخرج همی چیز می بود، باز ضرب چند میکردین؟ صورت و مخرج باز ضرب چند میکردین؟ صورت و مخرج باز ضرب چند میکردیم؟ ضرب بیشترین خانه های اشاری چند؟ 3 ضرب 1000 میکردیم اردویشه. این موضوع را متوجه باشین که در کسرها کسایی که حساب خوانده در یادش است. ولی میایم به حل سوال که چگونه حل میشه. 4.5 ضرب 10 میکنیم دیگه. لس باندې ضرب او 10 هم لس باندې ضرب او. ایره که ضرب 10 کنیم خانه اشاری از بین میره. 1 صفر خانه اشاری را کم میکنه. یک خانه اشاری داریم با 1 صفر خلاص. این 45 شد یا شد 15. یا 15 سالویخت شد بله 15 لس. اختصارش میکنیم. با چند اختصار میشه؟ به خود 15. 15 لس باندې اختصار کیگی. 1 15 15 3 15 ما 45 مساوی شد 3 بر 1. بالاخره ای مساوی کیگی په 3 تقسیم 1 میشه 3. پس قیمت ای شد 3. د ای قیمت شد 3. به این قسم سوال حل میشه. سوالات متباقی تمرین کار خانگی تان است. درس ما به پایان رسید. تا درس دیگر خدا حافظ.